وای خسته شدم. چه وضعشه؟ مثلا اومدم AFK همش باید بکشم. چرا یه چیزی نداشته باشیم که اوتو کلیکر باشه؟ اوتو کلیکر فکر خوبیه. بریم کاراش انجام. اومدیم امروز آموزش اوتو کلیکر برای ماینکرافت بدراک رو یاد بدیم. ماینکرافت بدراکی که از اون دسته ماینکرافت هاییه که نمیشه، یکی که نه، هم دو تا ماینکرافت هست، یکی بدراک، یه دونه جاوا ادیشن. ماینکرافت بدراک نمیتونیم توش اوتو کلیک راست اینا رو فعال کنیم. باز همین اومدیم آموزشش بدیم چجوری واسش یه اوتو کلیکر رو بسازیم. قبل از اینکه بریم سراغ آموزش، لایک و ساب فراموش نکنید و یه کامنت همون زیر بذارید. بریم سراغ ویدیو. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. Let me down. بچه‌ها شما برای دانلود اوتو کلیکر باید خود اوتو کلیکر دانلود کنید. بعد از که واردش بشید، وارد این صفحه میشید، اولش باید لاگین و چیزا مثل لاگین میمونه. باید چند تا مجوز بهش بدید. بعد این ایمیل رو که بزنید این براتون باز میشه که اینو هر جا بذارید کلیک میکنه. این ستینگش رو که بزنید اینجا میلی ثانیه است، خود ثانیه و چیز دقیقه. اینم که میگه توی هر ضربه چقدر بزنه. اینو دستکاری نکنید. اینو میتونید بذارید روی میلی ثانیه یا ثانیه یا دقیقه. به نظرم میلی ثانیه بهتره برای فارمایی که خیلی قوی ترن و همینجوری اسپان میشن ماب توش. میلی ثانیه بهتره، ولی ثانیه اصلا خیلی میتونه بهترم باحال باشه. ولی میلی ثانیه رو من پیشنهاد میکنم بهتون. سیو رو میزنیم. بعد از که وارد بازی بشیم اینو هر جا که خواستیم تنظیم میکنه. حالا بهتون نشون میدیم. خب ما که اوتو کلیکر رو بهتون معرفی کردیم، بیایم یاد بدیم چجوری نصبش کنید. وارد سرچ گوگل پلی میشید، میزنید اوتو کلیکر، خودش همین اولیه میاد، میزنید این نه، اینو نصبش میکنید که واسه این برسون حذفش کنم. اینو نه، این واسه من آن اینستاله، واسه شما یا نصب میاد یا حذفان است. شما نصبش رو میزنید، واسه من اینستال میشه. بعد از که وای میسید نصب میشه، بعد میزنید واردش میشید. اگر واردش شدید و یه همچین اروری داد، اوکی توشو میزنید و وارد چیز میشید، بخش چیزش میشید. این سال اپ رو میزنید. اوتو کلیکر شما خاموشه، اینو باید از اینجا روشنش کنید. اوکی این آلو میزنید یا همیشه میزنید و واسه شما روشن میشه. و اگر گوشیتون فارسی باشه که خودش اگه همچین چیزی رو نداشت خودش بهتون راهنمایی میکنه باید چیکار کنید. حالا بریم توی بازی نشون بده چجوری میشه. بریم کارایی اینو به نشونتون بدیم. من اومدم توی فارم پیگلین تستش کنم. آموزشش هم توی چنل میذاریم، آموزش ساخت این فارم. اینو نشونش میذاریم وسط هر جا که اصلا دوست داریم. بعد مال من روی میلی ثانیه است. هر 40 میلی ثانیه یه ضربه میزنه. بعد روشن میکنیم فارمو، دستو ببین استوب میکنیم، شمشیر دستمون میگه میزنیم. من هیچ دستی نمیزنم، فقط ببین انقدر ببین سرعتش انقدر زیاده. من فقط میتونم تکون بدم خودمو. میایم جلو، ببین فقط داره میزنه. همینجوری هم که ایکس میگیریم. هر دفعه هم که یه نفر اون میتونید سریع بزنیدش. ببین این شکلی میزنه راحت. چیزی که ویدیو رو تماشا کردین این بود از این آموزش و هر درخواستی داشتید توی چیز بدید، کامنت بذارید، مثلا بگید آموزش ساخت این، آموزش ساخت این.
بعد ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید، ساب کنید و اون زنگوله بغلش هم بزنید تا هر ویدیو جدید بذاریم به پیام بیاد که MP که رفیع ویدیو گذاشته. اینم از این آموزش و خداحافظ.